سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 5 دکامبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. روسیه فعال تاجیک سعید شمس را به تاجیکستان اخراج کرد. بازداشت رئیس اداره تندرستی ولایت مختار کوهستان بدخشان با اتهام کروپسیا. آوازخوان رفاعت جمشید و رقاصه سومن قربانووا برای رفتار ناشایسته‌شان از خلق تاجیک عذر پرسیدند. در ایران 4 نفر را با جرم جاسوسی برای اسرائیل به قتل رسانیدند. ترکش پرقربانی در یک بنای استقامتی در شهر نیژنیورتوفسک روسیه. حبس یک مهاجر تاجیک در ولایت لنینگراد برای لطوکوب بیرحمانه همسرش. مرده 2 گمانبر در تجاوز و قتل دختر 14 ساله را در سزا آویزان یافتند. و اکنون تفصیلات خبرها. بنا به خبرهای دریافتی، سعید شمس خطاط صاحبکار و فعال شناخته تاجیک که سالهای زیادی در روسیه به سر میبرد و در این کشور حق اقامت داشت، از حق اقامت در روسیه محروم گردانیده شده به تاجیکستان اخراج کرده شده است. درباره سرنوشت بعدی او معلومات در دست نیست و مقامات حفظ حقوق تاجیکستان نیز تا امروز در این باره یگان خبری نشر نکردند. ولی دوستانش از زمان تحت تعقیب مقامات امنیتی روسیه قرار گرفتن سعید شمس طرز داشتند که در صورت اخراج و استرداد به تاجیکستان او را میتوانند برای اظهار نظرهایش در شبکه‌های اجتماعی در آنجا بحث بگیرند. سعید شمس در شبکه‌های اجتماعی اساساً در فیسبوک از مقامات کنونی تاجیکستان و همین طور از مقامات ایران و روسیه در مسائل مختلف تنقید و به اصلاحات جدی ساختار دولت و مبارزه بی‌امان با کروپسیا در تاجیکستان دعوت میکرد. یکی از دوستان سعید شمس روز 5 دکامبر سال 2022 به پایگاه خبری بامداد گفت بنا به اطلاع آنها سعید شمس را علکی از روسیه اخراج کردند و به مقامات تاجیکستان سپاریدند. سعید شمس بار آخر با پایگاه خبری بامداد روز 9 نوامبر سال 2022 وقتی تماس گرفت که او را از بازداشتگاه مهاجران رو به اخراج برای بررسی پروندهش به دادگاه آورده بودند و او در بنای دادگاه برای مدت کوتاهی توانست به تلفنش دسترسی پیدا کند. او در یک صحبت کوتاه تصدیق کرد که فسب به ضدش پرونده گشوده است و در پایان ماه اکتبر او را از شهروندی روسیه محروم و به اخراج محکوم کردند. ولی سعید شمس آن وقت هنوز امید داشت که در دادگاه برنده می شود و از این رو خواهش کرده بود که خبر حبس و پروندهش رسانه‌ای نشود. مشکل سعید شمس با مقامات امنیتی روسیه چند سال باز ادامه داشت و او در این بین چند دفعه از جمله در سال 2019 و در اول سال 2022 نیز بازداشت شده بود. گفته می شود که فسب او را به نقض قانون‌های روسیه هنگام گرفتن اقامت قبلا با استفاده از عین وسیله چند فعال دیگر تاجیک از جمله کرامت شریف و عزت امان را از شهروندی روسیه محروم کرده به تاجیکستان فرستاده بودند. فرید مظفروف سردار ریاست تندرستی ولایت مختار کوهستان بدخشان با اتهام فسادکاری بازداشت شده است. نظر خود او به قضیه معلوم نیست و نزدیکانش هم از صحبت خودداری میکنند. ولی روز 5 دکامبر سال 2022 در حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر بازداشت فرید مظفروف را به رادیو آزادی تصدیق کردند. مظفروف به فسادکاری گمانبر دانسته می شود و پروندهش را دادستانی ولایت تحقیق دارد. فرید مظفروف از وظیفه‌اش برکنار شده است. تا انجام تفتیشات و برآمدن قرار دادگاه ما دیگر شرح دادن نمیتوانیم. گفتند در حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان. همین طور 3 منبع مستقل رادیو آزادی گفتند فرید مظفروف روز 3 نوامبر بازداشت شده است. به گفته منابع آزادی سردار المکنون سابق ریاست تندرستی ولایت مختار کوهستان بدخشان برای یکی از طبیبان 2 شتات یا جای کاری جدا کرده یک معاش را با آن طبیب تقسیم کرده است. پیوندان فرید مظفروف از صحبت در این موضوع خودداری کردند. معلوم نیست که آیا مظفروف با وکیل دفاع تامین شده است یا نه. ساحه تندرستی یکی از فسادزده‌ترین ساحه‌ها در تاجیکستان به حساب می‌رود و هر سال درباره بازداشت چندین طبیبان با اتهام گرفتن پول از کار افتادگان خبرها به دست میرسند. ولی برخی منتقدان میگویند مقامات تاجیکستان در مبارزه با کروپسیا خود را با شکار ماهیچه‌های چون معلمان و طبیبان یا کارمندان جماعت‌ها محدود کرده به نهنگ‌های بزرگ اقیانوس فساد این کشور که اکثرش در رده‌های بالای حکومت
پشتیبان‌های قوی دارند کار نمیگیرند. تاجیکستان در عموم در بین کشورهای عصب فسادزده دنیا جای گرفته. بنا به ارزیابی اخیر سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال در بین 180 کشور از لحاظ سطح فساد در مقام 150 جای گرفته است. در اینترنت ثبت‌های ویدیویی علایده آوازخوان جوان رفعت جمشید و رقاصه سومن قنبر و نشر شده است که در این ویدیوها هر دو برای رفتار ناشایسته خود از مردم تاجیک عذر می‌پرسند و با اظهار سپاس به کارمندان مقامات حفظ حقوق برای از راه بد برگردانیدن آنها وعده می‌دهند که از این به بعد به لباس ملی و اخلاق و ارزش‌های ملی ارج و احترام گذاشته دست به رفتار نخواهند زد که دختر تاجیک را بدنام کند. رفعت جمشید که به فرق از ویدیوهای دیگرش در تن یک لباس عادی دارد اعتراف می‌کند که سالهای پیش که جوانتر بود در بعضی ویدیوها گپ‌های ناجا زده و حتی دشنام‌های را به زبان آورده است. او گفت این ویدیوها را حالا از نام وی در اینترنت نشر کردند و او برای این از مردم عذر می‌خواهد. هموطنان عزیز، این ویدیو обращение من برای همه شما عزیزان دل. وقتهای آخر در صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی هر گونه گپ و ویدیو و عکس‌های اغوا‌انگیز نسبت من پهن می‌گردد. برای من اقرار می‌شوم که چند سال پیش جوان بودم و هر گونه ویدیو و عکس‌ها و سخن‌های قبیح می‌گفتم و با مرور ایام خطای خودم را فهمیدم و پشیمانم هستم. بله، پشیمانم هستم. دوستان عزیز، من تمام ویدیو و عکس ها و سخن هایی که قبلی که میگفتم از صفحه خودم کور کردم. از همه شما عذر میپرسم و کوشش میکنم که در آینده در توی معرکه ها با لباس ملی خود که زیب هر یک بانوی زیبای تاجیک است و برنمایم و احترام آن را داشته باشم. سومن قنبر و در نشر ویدیوهای رقص‌های بیرون از حد آدابش آوازخوان روشن انایف یا برادر پنجی انایف را گناهکار میکند و میگوید در صحیفه خودش هیچگاه چنین ویدیوها را نمیگذاشت. او هم وعده داده است که از این به بعد رفتارش و سر و لباسش را درست کرده با لباس ملی تاجیکی روی صحنه خواهد آمد و به نام دختر تاجیک دیگر داغ نخواهد آورد. من قمر و سومن دولتمرادovna از سال 2013 تا اینجاییم در توی مرکه ها دامادی عروسی همچون صنعتکار فعالیت می نمایم. ویدیو обращение من به تمام مردم تاجیکستان این می باشد که به قریبی من در یک چند توی دامادی عروسی با سرانده روشن انایف اشتراک نمودیم که در این توی از جانب من لباس های غیر رسمی که به شان و شرف دختر تاجیک نمیزیبد رقصگی کردم. رقصی که من در این توی کرده بودم از جانب سراینده روشن انایف در شبکه‌های اجتماعی پهن کرده شده است. به واسطه من در شبکه اجتماعی اینستاگرام سروغه داشته و در این سروغه چنین ویدیونوارها پهن کرده نشده است. من برای لباس پوشی که خودم از رقص‌های غیر مقرری که به شان و شرف دختر تاجیک نمیزیبد از تمام مردم تاجیک بخشش میپرسم و به مقامات کارهای داخلی سپاسگزاری مینمایم که سری وقت ما را از این کردارهای غیر قانونی که ما آگاه نیستیم آگاه نمودند. من کوشش مینمایم که در آینده تنها با لباس‌های ملی تاجیکی صنعتکاری نمایم. هم رفعت جمشید و هم سومن قنبر و در ویدیوهای خود برای آنها را از راه بد برگرداندن و برای درست هدایت کردن به مقامات میلیشیا اظهار سپاس میکنند، ولی تا کنون یگان نهاد حفظ حقوق تاجیکستان درباره به مقامات برای صحبت دعوت شدن این هنرمندان یگان خبر رسمی نشر نکرده است. ولی هفته پیش ریاست میلیشیا شهر دوشنبه خبر داده بود که یک دختر بلاگر با لقب سنیکرز تاجیکی را برای استفاده لعن پردشنام در ویدیوهایش برای 10 شبانه روز به حبس مأموری محکوم کردند. این بلاگر که فاطمه اشور و ساکن شهر بوستون بوده است با استفاده از دشنام‌های صرف مردانه میخواست توجه تماشابینان را به ویدیوهای خود جلب کند. بر اثر ترکیشی که 4 دکبر سال 2022 در یک بنای استقامتی در شهر نیژنیورتوفسکی حوزه مختار خانت مانسی در شمال روسیه رخ داد، دست کم 6 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. وضع 3 تن از مهاجران وزدین ارزیابی می شود.
گفته می شود این ترکش در بنای 5 قبطه در کوچه میر رقم 6A در نتیجه استفاده نادرست بالون گاز رخ داده است. اینترفاکس با تکیه به منابع خود می نویسد که ترکش در آشیانه دوم بنا زمان رخ داده است که ساختمانچیان به تعمیر یکی از خانه ها مشغول بودند. در نتیجه ترکش 5 منزل فرو رفته، 10 منزل دیگر ضرر جدی دیده است. نجات دهندگان 52 نفر را به جای امن انتقال دادند، ولی تا حال تقدیر 7 تن با شمول کودکان خردسال نوروشن باقی مانده است. در شهر نیژنیورتوفسک حالت فوق‌العاده اعلان شده. عملیات نجات‌دهی و گفتگو شخصان بی‌درک شده تا حال ادامه دارد. تا به حال شخصیت ففتیدگان رسانه‌ای نشده است. تنها از 2 آسیب دیدن نام میبرند که در بیمارستان در حالت وزنین قرار دارند. درباره آسیب دیدن کسی از شهروندان تاجیکستان در این فلاکت خبری به دست نرسیده است. امیدواریم که کسی از هموطنان ما در این فلاکت آسیب ندیده باشد. در خبر آمده است که بنای استقامتی سال 1974 ساخته شده، در آن 226 نفر به سر میبرند و آن با گاز طبیعی مجهز گردانیده نشده است. این علاقه سومین ترکش گاز در بناهای استقامتی در دوام 24 ساعت در سراسر روسیه است. از اول سال باشد در 34 ترکش گاز در بناهای استقامتی در روسیه دست کم 32 نفر به هلاکت رسیدند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی ایران 4 دکامبر سال 2022 گزارش یکسان را منتشر کرده خبر دادند که در این کشور 4 نفر را با اتهام همکاری با استخبارات اسرائیل موساد اعدام یا قتل شدند. گفته می شود این 4 نفر شهروندان ایران بوده، از آنها حسین نام برده می شود. در خبر آمده است که این 4 نفر با صدور حکم قوه قضاییه کشور با اتهام جاسوسی برای اسرائیل گناهکار دانسته شدند. بنا به گزارش نشر شده این شخصان با فرد با نام سیریوس افسر موساد یا سازمان جاسوسی اسرائیل ارتباط پیدا کرده با فرمان او در خاک ایران گروه جنایی تشکیل نموده به گروگانگیری شهروندان و تخریب بناهای حکومتی مشغول شدند. در عموم ماه نوامبر سال 2022 مقامات ایران 7 نفر را با اتهام همکاری با افسر موساد دستگیر کرده بودند. از این شمار 4 نفر محکوم به قتل شده، 3 نفر باقی مانده را به ادعای نگهداری غیر قانونی سلاح و تهدید به امنیت کشور از 5 تا 10 سال روانه زندان کردند. این چنین رسانه‌های حکومت ایران با بخش یک مطلب ویدیویی ادعا کردند که این افراد در بودن منصور رسولی عضو گروه 840 سپاه قدس بخش مسئول عملیات‌های خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش داشتند. مطبوعات ایران گفت که افسر موساد حق خدمت گماشته‌اش را با کریپتووالیوتا پرداخت میکرد. ایران با اسرائیل در حال دشمنی قرار داشته این کشور را نه به نامش بلکه تنها همچون رژیم صهیونیستی نام میگیرد. اسرائیل به نوبت خود ایران را بزرگترین تهدید به امنیت خود و تمام خاورمیانه میشمارد و تهران را به مبلغ گذاری و تحقیر گروه‌های ضد اسرائیلی در منطقه عیبدار میکند. ایران اسرائیل را به جاسوسی و خرابکاری در قلمرو خود متهم میکند و از افشا کردن جاسوس‌های اسرائیل پیوسته خبر میدهد. سنجیدن درستی این دعواهای ایران توسط منابع مستقل امکان ندارد. جسدهای 2 نفر گمانبر در تجاوز به ناموس و کشتار دختر صنف 8 در ناحیه قدمجوی ولایت بادکن قرقیزستان را شب 3 و 4 دکامبر سال 2022 در سزا یا بازداشتگاه شهر اوش در حالت بدار آویزان پیدا کردند. منابع نشریه کاکتوس میدیا در مقامات حفظ حقوق قرقیزستان گفتند که آنها در این بازداشتگاه که همه 4 نفر گمانبر در این جنایت مدهش و ننگین در همین جا نگاه داشته میشدند خودکشی کردند. تفصیلات دیگری حادثه دسترس نیست. خبر یافت شدن جسدهای 2 گمانبر در این پرونده پرسر و صدا را به رادیو ازاتک النورم سباتار و سخنگوی خدمات زندانهای قرقیزستان نیز تصدیق کرده گفته است که آنها در حالت بدار آویزان پیدا کردند و در این رابطه تفتیشات جریان دارد. روز 4 سپتامبر سال جاری در دهه قدمجوی ولایت بادکن در راه اوش رزاکوف در داخل نقب سیلپرتو جسد یک دختر 14 ساله را پیدا کردند. مقامات میلیشیای ولایت بادکن گفته بودند که دستان دختر بسته بود و در گردنش ایز بوغی کردند با ارغمچین مشاهده کرده میشد. باور می رود که این دختر صنف 8 را اول تجاوز کرده، سپس برای پوشاندن
ایز جنایتشان کشتند. با گمان دست داشتند در این جنایت اول 3 ساکن جوان نویای قدمجوی سالهای تولدشان 1995 1997 1998 و 1995 دستگیر گردیده. بعد چند گمانبر چهارم دستگیر شد که او نابالغ بوده، همگی 16 سال دارد. هنوز معلوم نیست که از این 4 گمانبر جسدهای کدام آنها را در بازداشتگاه پیدا کردند. در پی تجاوز و قتل دخترک نابالغ در نویای قدمجو در پارلمان قرقیزستان دعوت‌های صدا داد که حکم قتل را برای پدافیلا برقرار کنند. وکیل پارلمان اولان بقاسوف طرح قانون را پیشنهاد کرد که همچون جزا اخته کردن افراد گناهکار در تجاوز به ناموس کودکان را پیش بینی می‌کند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 5 دکامبر سال 2022 با نشر یک آگاهی مخصوص ساکنان و مهمانان جمهوری را در جریان گذاشت که بنا به پیشبینی هواشناسان تا روز 9 دکامبر در تاجیکستان حرارت هوا سرد شده، در وادی‌ها ریختن باران‌هایی که به برف تر مبدل می‌شوند و در ناحیه‌های کودامن و کوهستان برف‌ریزی شدید پیش بینی کرده می‌شود. بنا به پیشبینی اگنتی هواشناسان تاجیکستان در این روزها حرارت هوا در وادی‌های جمهوری به حساب میانه همگی 5 درجه گرم خواهد شد. شرکت IRS که مسئولیت نگاهبینی شورای دوشنبه خوجند چنوق را به عهده دارد، صبح 5 دکامبر خبر داد که در این راه از کیلومتر 10 تا 73 علاقه بارشات پرشدید برف سر شده است. وابسته به این تازه نمودن راه از برف و کارکرد آن با مواد ضد لغزش تمام شب عملی گردیده، حال حرکت نقلیات به غیر از فور و اتومبیل‌های بارکش امکان پذیر است. موقتا محدود کردن گزارش فور و اتومبیل‌های بارکش یابکدار به آن خاطر است که تا به حرکت دیگر واسطه‌های نقلیات مانع ایجاد نگردد. گفته می‌شود در آگاهنامه این شرکت کمیته حالت‌های فوق‌العاده وابسته به بد شدن آب و هوا از ساکنان و میهمانان کشور خواسته است که هنگام استفاده تجهیزات گرمی‌دهنده قاعده‌های ضد سوختار را قطعاً رعایت کرده و نیروی برق را صرفه‌کارانه استفاده برند. از رانندگان هم خواسته شده است که با مقصد تامین بی‌خطری حرکت به خصوص در راه‌های کوهستانی و عقبه‌ها پیش از برآمدن برای درست بودن ماشین‌های خود را بسنجند. شینه‌های زمستانه چسبانده و ماشین‌های بارکش را با تجهیزات خاص موسم سردی از جمله با زنجیرهای ضد لغزش مجهز گردانده درست بودن گرمیدهی واسطه نقلیات خود را بسنجند. از رانندگان هم این طور خواسته شده است که در راه از استفاده مانورهای ناجا خودداری کرده فاصله را بین ماشین ها زیادتر کنند، چون که در راه لغزان برای منع کردن ماشین فاصله زیادتر لازم می شود و اما اگر رانندگان بی تجربه باشند و یا ماشینشان برای حرکت در چنین شرایط آب و هوا آماده نباشد، از آنها با اصرار خواسته می شود که از سفر در این روزهای خطرناک خودداری ورزند. نیمه شب 4 دکامبر سال 2022 تقریبا ساعت 00:10 یک زن ساکن کوچه اپراتورها به شعبه پلیس نویه فسیولسکی ولایت لنینگراد روسیه زنگ زده خبر داده است که مرد همسایه‌شان زن و کودک خود را بی‌رحمانه لطوکوب کرده ایستاده است و از خانه آنها صدای داد و فریاد و گریه و ناله به گوش می‌رسد. کارمندان پلیس علاقه بعد 6 دقیقه به جای حادثه رسیده یک شهروند 31 ساله تاجیکستان را دستگیر کردند. نظر خود این مهاجر دسترس نیست، ولی بنا به فرضیه پلیس او در زمینه مناسبت‌های بدبینانه با همسر 39 سالش که شهروند روسیه است مناقشه کرده او را زیر مشت و لغت گرفته است. زن جبر دیده را در حالت وزنی در بیمارستان بستری کردند. بنا به تشخیص طبیبان او آسیب مغز و کوسه‌خانه سر برداشته، همچنین از قفس سینه، سر و دست و پایش نیز جراحت‌ها برداشته است. شهروند تاجیکستان را به شعبه پلیس آورده نسبت به وی پروتکل مأموری ترتیب دادند و به حبس گرفتند. از جای حادثه لباس‌های خون‌آلود زن جبر دیده را نیز همچون دلیل شیعه آوردند و حالا مسئله کشودن پرونده جنایتی به ضد مهاجر تاجیک در دست بررسی قرار دارد. به او برای رسانیدن آسیب به سلامتی همسرش همچون جزا از 3 تا 15 سال زندان تهدید می‌کند. 3 دکامبر سال 2022 تخمینا ساعت 00:30 راننده اتومبیل تمغه مرسدس بنز امامقلوف عبدالسلام سال تولدش 1989 ساکن نویه دوستی هنگام حرکت از سمت شهر باختر به سمت نویه دوستی از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده به تراکتور تحت اداره تاشتمیریف عبدالنظر
سال تولدش 1963 ساکن ناحیه جلال‌الدین بلخی که در کنار راه برای تعمیر می ایستاد برخورده است. در نتیجه مسافر تراکتور اوتای فرامونقل سال تولدش 1993 ساکن ناحیه مذکور جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافر افت تمغه مرسدس بنز کریموف منوچر سال تولدش 1988 جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه سینا با عریضه مرد 29 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که 3 دکمبر سال 2022 تخمین ساعت 04:44 دقیقه هنگام حرکت در کوچه جامع پایتخت قرار داشتنش مرد 27 ساله ساکن شهر دوشنبه با راه آشکارا از دستش یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ A32 را گرفته از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانیده شده 2500 سومانی را تشکیل می‌دهد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.